من حامله‌دار هستم، ولی از روزی که آمدم در خانه همین خوشتامن و خسول من روز ندارم بابای داملا. یعنی ما با شوهرمون همزبانیم، ما با شوهرمون یکدیگر را میفهمیم، لیکن چیکار کنم که مادرش مجبور دارد که باید این دختر حامله‌دار نمیشید، باید تو عالی قطعی این 2 سال 3 سال زندگی میکردی، تو خراکتری ای را میفهمیدی، تو ای را باید میدونستی، بعدا مقصد تو از این فرزند میگرفتی. از این لحاظ بابای داملا من در بطنم حاضر فرزند دارم. این مادری بچگویم خوشتامنش مجبور دارد که رفته این فرزنده مقصد از بطن این زن بگیر، تازه کن و در همین دوام میستیم، صبر میکنیم، میبینیم اگر میشدگی باشد، بعد من مقصد عروسش اعلان میکنم، انا اینجا ده بعد زندگی ها تونا و مقصد کاراتونا من میبینم گفته. یعنی از همون تحت کنترل من، از گفته من یگان قدم بیرون نمیشه. اگر مقصد قبول داری مرحمت، نداری همون گپی سفسطه پیشینه که شیرا من نمیبخشم، من مادری تو نیستم، من تر ای خانه پیش میکنم. خلاص این خواهر چی میگد؟ بابای داملا آیا من به همین کار راضی شوم یا نشوم؟ شما چی میگین برادرای عزیز؟ در جای من خداتون تصور کنید که در همین خیل سوال باید چی جواب گویین؟ چی جواب گویین؟ اکو من سوال و جواب دارم، بر من مراجعت میکنن همچی یک برادرشون، همچی یک نصیحتگر. من چی کار کنم؟ باید چی بگم؟ بگم گپی همو خوشتامنی، بفهمی، به عقلی، به فراستی، به انصاف تا بگیر؟ من هم خیلی بگم باید. سوال دیگر اینجا چند سوال است، لیکن من همون میگم پارچه پارچه همونا رو برای شما خانم. داملای عزیز، از روزی که من این خانه آمدم من زیر طعنه خوشتامنم قرار گرفتم. داملا التماس میکنم خاندان ما، بین خاندان ما از برنامه های شما دویم پیگیری میکنن، گوش میکنن. یک صحبت درباره طعنه کردن، یک صحبت درباره طعنه کردن، خاصه بر همین طعنه ای که من مالی کم آوردم. مقصد شاید بیچاره خیلی دستی کوتاه داشته است، خب نادار بوده است، به شرایط بوده است، مالی کمتر آورده است. تا حاضر میگد من صاحب یک فرزند با یک فرزند دیگر در شکمم، تا حاضر میشینیم طعنه ای که تو مالی کم آوردی، تو چیزی کم آوردی، تو لایق این خانه ما نیستی، تو لایق این بچه من نداری، گفته برای من طعنه میکنن. داملای عزیز، در همین باب یک صحبت میکردیم. من باور کنین حیران میشم در همین مسئله که وقتی که شما طعنه میکنین تو مالی کم آوردی، ای به انصاف، تو چند پول دادی خودت؟ این شما یک چند پول، هم $2000، همون $3000، همون $4000 و چی میشود؟ یک دختر تا 18 و 19 تربیه کردن این کاری آسانه؟ این چند $1000 میشودیمش؟ آخی آمدی در خانه گفتی همین تاجیکای ما خودم ماری سیاه کردی، 100 نمود زاره و تولا کردی، هزارها با روت سیاه و سفید کردی، دروغ هم گفتی بچه من ایتری است، من خودم ایتریم، خودت 1000 نیم نشان دادی. بردی همین دختره، نخوا همین کم آوردن همین سبب همین قدیل سیاهی باشد. و شما حیران میشم، من $2000 میتی، $3000 میتی، یک ماشین بار میاره در خانه میسپاره، دخترش میاره میسپاره، با مورد طعنه. آخی زیبی طعنه تو داری، زیبی طعنه تو داری، زیرا که با $2-3 هزار تو آمده در خاندان دختردار با جبر کردگی.
$10,000 $20,000 бор бурдагӣ бо духтарша бурдагӣ бо таънаш мекунӣ. ҳамон як тоҷикои мо як мақол доранд, забони мега дыздғар дарозай, неки боз забони ту дарозай. то ҷои хита хиҷолат ҳис кунӣ ки оғи ман чӣ додам ки ман аз ин қадар бору бутук олон ки ту ақлу фаросат дошта бошӣ, ҳеҷ гоҳ ба бору ба моли ӯ бояд назар накунӣ, ба ахлоқи ӯ нигаҳ кун, ба рафтори ӯ нигаҳ кун. ҳазор ҳайф мегӯм бар ҳамон мардҳое ки ҳамин хел хуштоманҳо мисол келинҳоро таъна мекунанд, дар бари ҳамун занат шиштагии ӯ як даҳан гап намезанӣ. ман намедонам ту дар ӯ хона ту чӣ нақш дорӣ, ту дар ӯ хона чӣ нақша мебозӣ. чаро мисол ӯ вақте таъна кард, ту мисол ҳамчун як раҳбари хона, худованд дар Қуръон арриҷолу қаввомуна ала нисо гуфтааст, яъне раҳбар мисол ту ҳамчун як калонтари хона ба ҳисоб мерай. як дамак намегӯй эй мисол занак, ои чӣ коре ту биё рӯзмон бите, охи ҳамин гап шид, ҳамин кор шид. охи як бор нигаҳ ки ту чанд сум додӣ ки ин қадар бору бутук аз ин талаб дорӣ. бародарои азиз, ман намедонам, ҳамаи кор дар дасти занай. бечора худшон меган, ман аз куҷои гапора, аз худшон меган, меган хисрм бисёр одами хубай, вай да гап намераса, ӯра гапзанӣ ҳам намемонад. хай гап ба ту нараса, гапзанӣ намонад, ту дар ӯ хона чӣ кор мекунӣ? ҳамун худо раҳмат кунад, шайх Саъдиро чӣ мегӯяд, як мисрои шеъриша нависонда будум, мегуфт агар зан надорад сӯи мард гӯш, хуб гӯш кунед мардак, мардаке ки занат зиндагӣ бачата вайрон кестай, хоб дар хона талотум андохтесай, дар хона мусибат овардесай, хоб лекин ту вақте ки хомӯшиву сухане намегӯй, ман барои ту муроҷиат дорам. тра шайх Саъдӣ гуфтесай, агар зан надорад сӯи мард гӯш, саровилу каҳлаш дар мард пӯш. мегӯяд ки бигиред либосотонро иваз кунед, либосҳои мардакита битед дар дасти анаму занату, либосҳои ӯро ту бипӯш, барое ки дасти ту дар ин хона ҳичӣ намеомадааст, яъне ту дар ӯ хона ҳеҷ кас набудай. бисёр бахшиш мепурсам, камкам асабонӣ мешавам, камкам дар эҳсосот дода мешавам. агарчанди ман одами эҳсосотӣ нестам, вале ман як омора хондам аз маҷалаи газетаи СССР, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди бигем ҷумҳурии Тоҷикистон. он вақтҳо номшам дар ҳамун мақола гирифтам, Қосимзода Идигул будааст, Тағо, Қосимзода Идигул Тағо. газетаи СССР аз 19 сентябри 2019 чӣ гуфтааст? гуфтааст дар нимсолаи якум, дар нимсола, яъне дар 6 моҳ адади талоқ ба 6065 расид, ки назар ба 2018 411 та зиёд шудагиаст. бинед, дар 6 моҳ 6065 талоқ, яъне 2011 камтар буд, 2019 бо зиёдтар шид. оли аллоҳ доно бо 2020 чӣ бошад, оли оморош бо меброяд. ҳамаи ин аз дасти шумоҳо ҳаст, аз дасти шумоҳо ҳаст ки шумо ба ин кори бисёр бераҳмона, бисёр кори зишт шумо даст заден. аз худо битарсед, аз худо битарсед. оли пайғамбари нозанинмон дар ҳадисҳо мегӯяд ки лайса алмуъмин биттаъон вала аллаъон вала алфоҳиши вала албазӣ. касе агар таъна кунанда бошад, касе лаънатгӯянда бошад, касе забони ҳақораткунанда дошта бошад, пайғамбар гуфт ки инҳо бояд ҳеҷ гоҳ даъвои имондорӣ накунанд. нагӯянд ки
ما مؤمنیم، نگرد ما مسلمانیم. همین آدمایی که ولی در حق همین زندگی های همین دخترای مردم بگیم یا فرزندای خودش جبر میکنن، ولی همین شب قدر بود، ولی همین شب با 6 دستکو، ولی با قرآن خوانده خیلی فکر داره که البته تمام، یعنی ما همین کارا را کردیم، مقصد وظیفه بندگی به جا آمد. فکر نمیکند که یک زندگی را که تو تأثیر منفی خودت میرسانی، چقدر این شبهای قدر، چقدر عبادتهای تو از بین میبرد. پیامبر میگه لیس المؤمن، ترا من مؤمن نمیگم. پیامبر نازنین میگه تعیس عبد الدینار و الدرهم و القطیفه و الخمیسه این اوتی رضیه و این لم یعطا لم یرضا. خدا هلاک کنه بنده های درهم و دیناره، بنده های قالین و بنده های مقصد مال و ملک، خدا یا را هلاک کنه. برای چی؟ اگر بتیشون راضیان، اگر نتیشون راضی نیستن. علال خصوص به انمو مادرهایی که تانه میزنین و مال میگین و چیز میگین، پیامبر گفته سه تعیز تا هلاک شه میگه، خدا هلاکت کنه تره، که سبب زندگی فرزندی تو همو 4 جغیل بگیم و 4 تکسری شدگی. من حیران میشم، من امروزا مسئولیتان تماما دیگر شدگی. خیلی که پیامبر نازنین گفته است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، شما در عاصی شدن خالق مخلوق گوش نکنید. من تمام فرزندای شما میدونین که چی میگن، میگن چیکار کنیم بابای دولا، چیکار کنیم، یعنی مقصد شما را دیگه مادرها دوست نمیدارن. و شما فکر نکنید که او گپی تر اجرا کردنش به سبب چی ای، به سبب که نمی امر معروف گوش کنی که مادر ته حرمت که پدر ته حرمت که، او مقصد همین چیز و یا قپید از حاضر، یا خاطر همین که امروز در جامعه میگن ای پشت زنش مقصد ای خانه برآمد رفت یا مادرش گوش نکرد، لیکن بگذار همچنان باشد. من برادرای عزیز همه شما را مصلحت میتونم که وقتی مادر تر اگر توصیت کرد که زن تا طلاق که هیچ وقت طلاق نکن، پدرت گوید طلاق نکن، عاقد میکنم عاق وای عاق نیست برادرای عزیز، زیرا اینها به خاطر دین نیستن، همه اینا غرضها دارن، همه اینا مقصدها دارن. در مردم ما وقتی کلین آوردن همچو برای چی میارن؟ برای خدمتگار، یاردمچی نه، همچو فرزند نه، همچو خدمتگار. تو باید که مقصد همیشه در روی پاد راست باشی. تو هیچگاه مقصد حق شیشتن، حق خواب کردن، حق مثال طعام خوب خوردن تو یه حق نداری. تو باید فقط خدمت کنی. تو 100 نامعقول کردگی، 100 نامعقول کردگی. اگر اسلام داشته باشی، مسلمان باشی، تو به تمام کتابهای خدا و رسول تو یک آدم گناهگاری، تو یک آدم ظالمی. برای همین پیامبر نازنین بین حتی هلاک شود همون کسانی که دنبال مال دنیا میدوند یا به خاطر دنیا مقصد این کارها را میکنند. برای همین بسیار من از شما خواهش میکنم مادرای عزیز و کسانی که در زندگی امینا دخالت میکنید، دخالتی خوب کن. ما هم برادرای عزیز کلین داریم، ما هم فرزند داریم، لیکن ما فرزندا را در علایدگی میشونیم، میگم بچه‌ام دعای نیک من میفورد. خب زناتون قطع معامله شروع کنیم، زناتون حرمت کنیم، حقارت نکنیم بچه‌ام، زناتون را نزنیم. ما هم الحمدلله 2 تا کلین داریم، ولی همیشه حرکت میکنم که برم در چهره همونها مقصد تبسم بینم. دایی میرم در علایدگی میپرسم شون بچه میگم کمبودی ها دارین، یگان مقصد نفهمی ها هسته بینتون. من در علایدگی از بچم نه، از کلین رو میپرسم که چیزی که در همینجا باشد من باید برطرف کنم، من باید زندگی اینها را خوب کنم. زیرا که من این کار را به خاطر چی میکنم؟ به خاطر آن میکنم که مرا الله و رسولش امر کردگی است که تا اگر دعوای ایمانداری داری باید انا همچنان باشی. برای همین دادرای عزیز
در نسبت زنهاتان هیچ وقت سختگیری نکنید. سخن مادرتای، سخن خواهرتای، سخن اپتای، سخن اکتای، اینها را در ترازوی شریعت چین کن که ببین که مقابل گفته خدا و پیغمبر نباشه، قبولش کن. از این در بالاتر برادرای عزیز، ولی بین اینجا یک سوال دیگه چی آمده است؟ سوال آمده است که انا وقتی خشتامن از دنیا میگذشت، دخترهاش جمع کردو و ایرا من با طریق تلفن گرفتم، من نویسوندم خودم. دخترهاش جمع کردو گفت همان روزی که من از دنیا میگذرم، وقتی برای من آب نان میکنین، مقصد همون نانهایی را که بعدی مرد ها میکنن، من از شما گفته است بچه هم وقتی راضی میشم که در همین نان و آبم یگان کلین ره نتین. این وصیت بین، یگان کلین ره نتی که مقصد همون آب و نانی که برای مردم میکنین در حق جان من، خب اونها دست بزنن. یک بار همی سخن تا اگر تا عقل می داشتی، اگر تو فراست می داشتی، تا یک بار همی وصیتی کردگی تا خوب گوش کن. یا همون خواهرها و مادرهایی که، یا خواهرهایی که، یا برادرهایی که همین وصیت مادر را گوش کردین، اگر شما همین کار را کرده باشین، شما از او دا بدبختری. شما از او دا بدبخترین که وقتی که اگر سخن همین مادر جاهلی به عقلی نادانه وقتی قبول میکنین که حتی بین در زندگی خدا دانه این آدم چه خیل آدم باشد، این در مردش که این خیل وصیت داره، در زندگیش این انسان هم نبوده، این آدم هم نبوده، این کوچه آدمگری هم گذشتگی نیست. تا این اندازه را امروز ما رسیدیم که حتی بین ای جبر بین، ای ظلم بین. پیامبر نازنین میگه من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی به مردم رحم نداره، خدا با او رحم نمیکنه. انمی قدر ویرانی که در همین آمار خواندم 6065، انمی ای انمو دستای ناپاک شما، از انمو برآمدهای نادرست شما امروز بین تمام فرزندای ما، ملت ما باور که سرگردانند. برای همین شما با تمام همان همسایه‌ای که همین خیل زنهایی هستند که در زندگی فرزندا دخالت نادرست میکنن، شما در همسایه داری باید محاکمش کنید. شما باید بگین که تو حق نداری که در یک طبقه من بشینی، زیرا تو این کاری تو کرده خیلی خدا را ناراحت کرده. بین پیامبر میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق. بدترین حلال به سوی خدا طلاقه. وقتی خدا غضبناک میشود در یک کاری که تو ناکسی نالایق تمام کارده فرزند دلالت داری، بچم طلاقش نمیکنی، شیرمن پیلت نمیکنم، ترا من نمیبخشم، تو فرزندی من نیستی. خب در یک کاری دلالت داری که این کاری تو ده خدا غضبناک میشود. ولی من یک حدیث خوانده بودم، میگه پیش شیطان وقتی که فرزنداش هر بگهی معلومات دادنی میروند که چی کار کردن در حق بندای خود، خواهیتش میرود میگه من حرکت کردم که امروز یک آدمی نمازخوان بود 5 وقت نمازش نخوان. میگه مادر یا پدر همون شیطان میگه برای او هیچ مقصد لذتی نمیبخشد. دیگرش میگه امروز من یک مسلمان مقصد وسواسی کردم که روزش خورد، اینش هم تاثیر نمیگذاره. دیگرش میگه من وسواسش کردم امروز مقصد دست به نوشابه های سپریتی زد، اینش در میگه اهمیت نمیده. میگه یک کس به قتل رسانید، اینش در اهمیت نمیده. میگه وقتی یک فرزندش میگه امروز من مقصد تر یک خشتامانی بیفهمی بی عقل یافتم، وسواسش کردم، در او گرفت مثال بین بچهش و بین دخترش جدایی انداخت، بچه زنش طلاق کرد. میگه مادرش همون شیطان میگه از پیشانی بچهش بوسه میکند، میگه که انا آن کاری که من میخواستم تا انجام دادی. یعنی ببین، یعنی
در آن کاری که الله را قهرش میاد، غضبش میآید، عرشش می جنبد، تو همون کار را کردی. زیرا که شیطان دشمن الله هست و همیشه خواهش میه که خدا ناراحت باشد. اگر تو هم همین کار که کنی، تا ای شیطان چی فرق داری؟ وقتی همین کار زیشت ای دستی تو گذشت، تو ای شیطان چی فرق داری؟ وی هم خرسند، تو هم خرسند، هر دو یک چیزی. خدای مهربان عاقبتمون به خیر کند، ایمانمون با سلامت نگه. یک مراجعت بود، این مراجعت بود بر خوشتامنها، بر خسرها، بر گویم همو نفرهایی که در همو خانه هستن که سری بگیم همو بچه را یا که همو کلینه یا بچه شونه ویران میکنن، به این روزی بد میارن شون. یک مراجعت بر اونها که به این کار دست نزنین، حرکت کنین، زندگی های خوب ببینن. دارد کمبودی دارد، که بی کمبودی. پیامبر میگه کل بنی آدم خطاون، همه فرزند آدم خطاکاره، کدامش بی خطاه؟ هیچی گپی نی. شما کلانترین مصلحت کنین، نصیحتش کنین، در علایدگی بیا رنگ فرزند خودت سرکش سیله که وای بگیم در یک هوای دیگر آمده است، در یک منزل دیگر آمده است. خب او با این کار و بار شمال آشنایی ندارد. او را مطابق همان هوای خاندانت بکن، تربیهش کن. کیبانوگی ندارد، کیبانوگیش بیاموز. ببین یگان کارش نادرست است، بفرم بچه که من کار که نادرسته، این کار تا خوب کن. بچه یگان سخنی قبیح و نادرست میگه، بچه تا سخیری کن. انشاءالله اینجا دا بعد همه کارها گل میشود، همه کارها نیک میشود. بعد شما از این گفته هایی که من خیلی ممکن سخنی سخت قبیح هم گفته باشم، شما این حالت از این سخنان رهایی دارید. به خدا چیزی گفتم به خاطر خدا گفتگیم. حتی میدونید که نمی شب قدر بود، در همین شب قدرم مرا زنگ زدن که هم خیلی احوال جنگ داریم و جنجال داریم، چیکار کنیم؟ شما ببینید این روزهایی که در این روزهایی که اولی شیطان ها بگیم بندن، ای تو ای طریب بدبختی میکنی، ای پگه ای ماه بگذرد، این میدانی که با حالی تو چی میشود. برای همین بگذار همین زندگی او قدر عمر درازی نداره. بگذار همین زندگی های آسوده ببینن، روزهای خوب ببینن. شما هم مقصد از معامله درستی اونها راحت کنین. انشاءالله این کلین های را که ما میاریم، ما را به حیث خدمتگار نمیاریم، به حیث همچه یک یاردم چی میاریم، همچه در پهلوک من یک دست مونه بگیرم. برای آن میاریم که در یک علایدگی قطیش بشینیم، یک دل مونه خالی کنیم، یک صحبت ها مونه کنیم، یک چقچقا مونه گفته مردم تاجیک بکنیم. نه به خاطر اینها را جبر کردن و ظلم کردن و تا جای رسید کار که حتی در مرداتان باید اینا دستشون دراز نکنن، یا تا جای کار رسید است که حامله دار است، حمل او را باید دور کنی. اولی من را 3 سال می سنجم. این کارها را نکنین مادرای عزیز، خواهرای عزیز. همیشه حرکت کنین، هر کاری را که میکنین فراموش نکنین که الجزا من جنس العمل است. این دنیا به صاحب نیست. تو را آبی چشمش در رخسارش میریزانی یا غم در دل او میدراری، این بی جواب نمیمانه. حتما تن در یگان مصیبت و مشکلات یگان بدبختی میزنی. برای همین همه طرف فکر کن. الله مهربان عمر دراز و ایمان کامل و با آنچه گفتیم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب ما گردانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.